این راه شمالی ترین منطقه تاجیکستان، ناحیه اشت و چندین دهه های ناحیه باباجان غفورов را با مرکز ولایت سوخت پیوند می سازد. به سبب بارشات زیاد، جویبار کنار همین راه هر سال شاهد آمدن سیل می گردد و حتی لوله زیر راه را با لایابه و قم و شغل پر کرده است. به همین سبب آبها بسیار وقت به بالای راه جاری می گردند و روایای نقلیات را خطرناک می سازند. همکنون رانندگان و ساکنان منطقه امیدوارند که با ساختن پل کلانتر به جای این راه مشکل عمدهشان برطرف خواهد شد. از این راه همه روزه صدها نقلیات مسافربر و بارکش می‌گذرد و راه دیگری نزدیکتر به منطقه وجود ندارد. اگرچه راه‌های ناهموار و مشکل گذر به دهه‌های جماعت اسماعیلی ناحیه باباجان غفورov و ناحیه اشت یک مسئله باشد، چندین دفعه فرو رفتن راه بالای آبگذر مسئله دیگر است. نه بعضی سیل بیاد اگر سیکینگ گذاشتن بره همین کوپری اینجا شواد ناز میشن از کوپرو که ناو شده است. ناو شده هم خرسان من ماشین بین کلام بودم تو هم دوره‌های شوروی بوده پیش از همین سال چند 73 یا 74 بود این کوپرو همین وایرال شد همین خطی این طرف راه شده. اول اساسا راه منمی بود راه اشت و منمی. حالا ساکنان دهه پلی را ساخته ایستادند که نیم عصر پیش ویران شده بود. ظاهراً در زمان شوروی و استقلالیت هم به بازسازی توجه نشد و مهاجران مهنتی و نفران خیرخواه منطقه به این کار عزم نمودند. اهل قشلق همین جماعت اسماعیل با یاردم هم خلق با یاردم بچه‌های همین رسیدنده بودگی هم کار سر کردیم و پول کوپرو میگیم همین حال قریب یک سال شده است از همین تحکرسیش سر کرده هم تا حاضر قریب یک سال شده است خدا خواهد بعد یک 2 ماه 3 ماه پول را به کار استفاده برده می شود. ناحیه اشتم بچه‌ها یاردم کرده اینجا. درازی پل 12 و پهناییش 14 متر است. همچنین برای ساکنان راه پیاده‌گرد عمل خواهد کرد. بلندی پل ماشینگذر تقریباً 5 متر از سطح آب بالا است و تا 130 تانه را میتواند بردارد. شاهراه ناحیه اشت و راه ناحیه باباجان غفورov که تا مرز ناحیه پاپ جمهوری ازبکستان پیوست می شود، یکی از راه‌های خرابترین تاجیکستان دانسته می شود. ساکنان آن بارها با مبلغ دست جمعی راه را دربه و چقرپوش کردند و مقامات کشور وعده داده است که تعمیر کلی خواهد شد. ولی از آغاز آن تا هنوز درک نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.